syomka zaha. Şuna çok gazat bırbuğa bakam hani baradar juda hamma kasa aksoy xotirmon giriftasan. Maqsad hamma blogerlar jam omadin. Xo'p shu maqulchid nadidi. Let's go. Yo yo. Çok güzel ho ho yo. اما در قطار این گفته‌های من پیدا شد امروز ببینید که ما در قطار عباره‌های منفی عباره‌های مثبت مثلا منفی یک عباره پیدا شده است وقت‌های آخر غلامی اطلاعاتی و نمیدونم شاید فراگیرتر است شبکه‌های تلویزیونی بود که مجبور شد نه توسط شبکه‌های مثلا تلویزیونی بلکه توسط شبکه‌های اجتماعی بشه و یک کار تاریخی هم شد. تاریخی اگر مردم ترک اگر تحلیل کنیم تبادلات حربی در تاریخ چند صد قریب 1000 ساله مردم ترک Selamun aleyküm hamdolsun. Ahli Ruslar iştirakçıların formu müze istifoda barandagoni faali şebekehâi ictimai kişiler. Man vaqti omadide ro'bayi assotsiatsiyayi blogerî Tojikiston می‌خواستم همین درباره اساسیه سخن کنم. اساسیه بلوگران تاجیکستان با مقصد مستحکم مانندن رابطه بلوگران رونق کرده شده. ما با بلوگران استفاده درست شبکه اجتماعی را هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ قانون‌گذاری ملی می‌آموزیم. امروز در اساسیه ما زیاده از 50 نفر بلوگ تاجیک اعضا بوده. صف آنها روز تا روز زیاد گردیده شده است. ما امید داریم که اساسیه برای بلوگران و جوانانی که به این فعالیت شغل دارند از یک اکوسیستم می‌گردند. در مجموع تشکر برای تشکیل چنین فورم و پیشنهاد داریم که این گونه فورم‌ها با اشتراک بلوگران زیاد برگزار گردد. سلامت باشید. من باری اول دوست یک درباره سخن گفتن درباره وطندوستی من خیلی مدلر در یکم بار برنامه اسم یکم جوی وایش نیسته چی گفتنیم؟ سخن گفتنم هنره گوش کردن هم یک هنره کسی که همی سخنهای اینجا استاده گفتن محترم وزیر گفتن ما میره درست درک کنیم گوش کنیم هم یک هنره درباره وطندوستی وطنداری نیکی‌هایی که از این شخصیت بزرگ است از ما نمی‌رود. چی بدیهایی که بود 30 سال قبل او رفت او از ما نیست. ما هر یک فرزند تاجیکستان از هر یک ما هیچ چیز باید فراموش نکنیم که چرا تماشابین زیاد دارید؟ با اون خاطری که مردم نمیخواد خودش عذاب یک بیسو بعدن کارها رو باید فکر کند برای چی؟ برای اصلاح دادن خودش. اما بعضا چیزای خنده‌آور فقط میخنده تمام بلاگر شدن دو کار دو است. حاضر هر کس میتواند یک کاری غیر عادی کند ببینید کجا یک از عقل دور است یک گپ خطا میزنند میبینید که در تمام جا دیگر مشهور است. مهمی نیست. تربیت دو راه دارد یکیش میگویم و از همه مهمتر افضلترش آن است که نشان میدیم. با مانند در خانه فرزند چی صدها گوید که یک بار اگر چگونه نمونه شده شنیدن کی بود مانند دیدن شما علاقه به همون سطح رسیدید که شما نمایش میدید آدم قبولش کنید اما اگر همون کار ما گویید یا علاوه کنیم واسطه یعنی سبب شود که بین مردم ناآرامی شود نه دنیوی ما خاطر نگفتم باید اون خمونم معرفی کنیم یا خمونم چی میگن خمونا نامدار کنیم ما با خاطری که مسلمان بودنش خیلی درستی کردیم خطاگیمون رو در مولو علیف اصلاح کردیم باشه من میخواستم همین گپ بگم زنم که ما ده‌ها حبیب داریم برای چی دلشون نظر رو تمرین نکنیم بخشش پرسیدیم ما از رهبریت با خاطری که ملت خودش باید همین شخصیت‌های را جستجو کند پیدا کند معرفی کند من بلاگرها که جوانو همین پیروی کنند بیگانه پرست نشود چی ورزشکارای ما مسلمان نیستند
ҳамагӣ масалан асос мегирем ки ҳабиб мусулмон аст майла ба қавли солидарност нишон додем ки мо мусулмон ва я мусулмон лекин мо худмон дорем мулло алиев масалан дигар सादी स्मोइल फम खातिमा बेनार बेकरी में आकर रमन ना बेकर एक मुबारक वातान बेकरी बारे में سلام علیکم دوستان عزیز محترم وزیر محترم روبریت هم شما رو ما دوست می‌داریم ای تحت دید این وطن این دولت این ملت پیشمای ملت راستی گپ شورا جان یاش دیگه وطن حبیب دا جهان سیام کار باخا شورا جان گازات مربوطه باخا як гурӯҳ эътироз омад ки ҳамин Саадӣ футболист нест як туп задан метавона ҳамин ҷора банд карда қадами футболисто меирава куҷо мерава ина ман футболистам мара роҳӣ кунед ман метавонам либоша замин накунам ҳафтум коре ки Саадӣ мекунад ту бародари гиромӣ карда наметавонӣ محترم وزیر راستی گپ سال 2018 بود مالایزیا کوالا لامپور مرا روبری مرکز هر دومونی اگه دو روبر نمیشه روبر شروع کنیم و مبینش مالایزیا رفتم در اونجا ям дипломати агар ҳам мига пану мекути дафъаи дига намебурд یک سال نفر مخلصان جمعواری کردیم مخلصی کردیم در بین 45 دولت آسیا جای دوم گرفتیم روخت جام جهان گرفتیم در خیر در فینال باختیم هیچ گپ نداره گفتی جناب عالی که شما دولت ملت معرفی کردید در بین 45 دولت آسیا ما هم خواهش داشتم که یک بار گفتم در خدمت جناب عالی صورت بگیرم سلام کنم با آرزوم رسیدم амуҷа баъзеҳо дидиям камкам бафкинам раги бахилишон хеста амуҷа як маврид мо ҳамин сол дар соҳаи варзиш 15 дастоварде доштем ки дар таърихи 31-солаи истиқлолият бори аввал буд ҳамин мақсади серӯза буданаш ҳамин аст ки ҳама имконият пайдо мекунад خب مقصد همون بود گروه جمع اومدیم صحبت کردیم سر خلاصه اومدیم قد تاجیکستان و پیش من دوستان عزیز اینجا ده Let's go یو هو زندگی آن جاشتم همه کارو چه بود آینده با خوب میشه بهترین میشه راستی گپ یک مجلس خوب شد معقول چیز ندیدی من گپ زدم بهترین گپ زدیم همه برادران بهترین اینا سربند خداگاه دوش